گپ زدن کودک یک روند تدریجی است که از روز اول شروع شده ابتدا به طریق آوازهای بی‌معنی و غیج‌راست هویدا می‌گردد. گرچنده نوزاد حالا سخن را نمی‌فهمد ولی او نطق شما را همچون آواز آرام بخش میشنود. همین طور از اولین ماها با کودک خود گپ زنید. هنگام عوض کردن پامپرس شرط دهید که حالا پامپرس تازه میپوشیم و بهت شوق‌آور یا وقتی خوراک اکنون شیر میخوری بچم. این گفتگوها گرچنده جواب از کودک ندارند بر رشد زبانی او زمینه میگذارند. تقریبا از 5-6 ماهگی کودک آغاز میکند آوازهای گوناگون برآورد و این نشان میدهد که کودک صداها را می آموزد. با او تکرار بازی کنید. اگر گوید دادا شما هم دادا گویید و تبسم نمایید. او آهسته میفهمد که آوازهایش میتواند توجه شما را جلب کند. در یک سالگی بسیاری از کودکان حداقل 1 یا 2 کلمه ساده میگویند مانند اوچه، دادا، بابا. هرچند خاموش بودنشان نیز امکان دارد اما اشاره کردن و با ایما و اشاره خواسته هایشان را فهماندن را خوب بلد می شوند. برای تشویق سخنگویی با کودک سرودهای کودکانه خوانید. شعرهای عادی را تکرار کنید. با او کتابچه های رنگه نشان دهید. حتی اگر هنوز معنی آن را پوره نفهمد هم رسم ها را دیدن و شنیدن آواز شما به توصیف رسم ها برای او بسیار مفید است. کوشش کنید که برای فرزند خود از خورده کتاب های کودکانه شوق‌آور خریداری نمایید. کتابچه های عادی رسمدار برای ایجاد شوق مطالعه کودک خیلی کمک میکند. مهمتر از همه صبر کنید. هر کودک با سرعت خود زبان میکشاید. اگر در 2 سالگی هنوز کلمه های کم گوید هم واهمه نکنید، زیرا میتوان با متخصص در این بابت مصلحت کرد تا باوری حاصل نماید که شنوایی و نطقش خوب انکشاف یافته ایستاده است. کودک شما کی اولین کلمه‌اش را گفت و آن کلمه چی بود؟ آیا حالا برایش سرود یا افسانه میخوانید؟ شرح شما را در کامنتاری انتظاریم. سرپرستی برنامه ما شرکت لینداوید می باشد. لینداوید با ویتامین د، قطره از ویتامین آفتاب.